آها شما محمد کی میگه که در افغانستان خانه های سلطنتی نیست؟ یا کی میگه که در افغانستان بیشتر دیکورای عادی و ساده است؟ بیاین که امروز دوستان در این برنامه ویژه به شما خانه وی آی پی را نشان بدم که قیمت خانه $1,23,200 آمریکایی است. با افغانی معامله میشه و شما دوستایی که اولین تماس را میگیرین به نمای شهر و همراه با مشاورین املاک ما صحبت میکنین، به شما ما یک تخفیف جانانه داریم. دوستان عزیز، در جایی که من هستم در شهر نو موقعیت داره، منطقه وی آی پی یا منطقه خاص کابل که یک سالون بزرگ داره برای شما، برای مهمانایتان و یک آشپزخانه بسیار مدرن داره برای خواهرها و مادرایی که دوست دارن در این آشپزخانه زیبا بهترین و مزه‌دارترین غذاها را آماده بکنه. دوستان ببینید چقدر الوریای مقبول کار گرفته شده که واقعا خیلی زیبا است. جای برای یخچال و سنگ بسیار مقبول روی میزا و همچنان آب شیرین داره اینجا. و گپ خاصش دوستایی است که نظر به قیمت، نظر به موقعیت و نظر به ای که 4 اتاق اینجا داره، قیمتش خیلی مناسب است. یک چیز بسیار جالب و خوب دیگر میخوایم نشان بدم. اگر شما مهمان زیاد دارین، ما بر شما یک اتاق بسیار خوب آماده کردیم به سبک زندگی شیخای عرب و در اینجا شما میتونین لحظات خاص و لحظات خوشیتان را با مهمانایتان یک جا داشته باشین. یک اتاقی که بسیار مقبول، یک میمانخانه بسیار لوکس بر شما و مهمانایتان آماده شده. ها یک موضوع دیگر هم دوستان یادآور شدم، نظر به قیمتی که من به شما دوستان گفتم، با $1,23,200 آمریکایی شما صاحب یک خانه با تمام لوازم میشین. دیگه نیاز نیست که شما فرشتان رو بیارین، ظرفتان رو بیارین، اونا رو یک جا یک بفروشین، چیزایی که کارتون میاد فقط اونا رو با خود بیارین. دیگه نیاز به الماری ندارین، نیاز به وسایل کهنه خانه ندارین. همه چیزی خانه طراحی شده، دیزاین شده، آماده است به خاطر زندگی. و ها نیاز به الماری هم ندارین، چون الماری های خانه را ببینید که چقدر مقبول به خاطر لباس های شما آمادگی گرفته شده. خب فقط دوستان عزیز، اولین تماس را بگیرین، معلومات بیشتر از مشاورین املاک ما به دست بیارین و درباره قیمت هم صحبت بکنین و ما تخفیفی که مد نظر گرفتیم به شما میدیم. خب یک موضوع دیگه دوستان، این آپارتمان وی آی پی سلطنتی ما 2 تشناب داره که تشنابایش یکیش اینجا است، دومش اونجا و اتاق خواب داره برای شما و برای اطفال نازنینتان. همه چیز از دوستان، تخت، جای تلویزیون و همچنان الماری های بسیار مقبول که نیاز نیست دیگه شما الماری خدا بیارین. اتاق شما دیدین دوستان، بیاین که دستشویارم به شما دوستان به تصویر بکشم و این اتاق سومی شد و این هم اتاق 4می است دوستان که یک دیزاین مقبول در اینجا هم کار گرفته شده، فرنیچرهای مقبول، فرش بسیار مقبول، پرده‌های بسیار مقبول و آپارتمان ما رنگ بسیار مقبول هم شده که شما در اینجا دیگه احساس خستگی نمیکنین. اولین تماس را بگیرین و همکارای ما در بخش مشاوره انشالله مشوره‌های درست به شما میتن، قیمت خوب را بر شما ما البته صحبت میکنیم تا اینکه شما صاحب خانه زیبا شین. دوستان عزیز، در آخر بسیط تصویری را ببینین و خودتان قضاوت بکنین که ما چقدر خانه‌های زیبا داریم.